السلام علیکم دوستای عزیز، من عبدالرحمن هستم. شما رو بر تک چنل میبینین. دوستای عزیز، در روزهای عید و بدون عید شما میخواین که اگر شما میخواین که اینترنت رایگان داشته باشین، ولو که هر سیم کارت داشته باشین، ولو که در هر کشور باشین، مهم نیست. درست است؟ دو دانه کد ما بر شما میگم، بسیار یک تکنیک خاص است. یک کد میزنین، بعد از او 5 دقیقه منتظر میشین، بعد از او دیگه کد میزنین، بعد از او 10 دقیقه منتظر میشین، با شما پیام میاد. پیام نامدم مشکل نیست، ببینین اینترنتتون کار میته در صورتی که کردیت نداشته باشین. اگر کردیت داشته باشین کردیت تان میزنه. درست است دوستا؟ خب پیش از اینکه شروع بکنیم با ویدیو و طریقه شما را بر طریقه رایگان اینترنت بر شما ما چی کنم بگویم. پایین سابسکرایب است، سابسکرایب یا کلیک بکنین، در پالیش یک آیکون بل است را بزنین و در بالا لایک یا نشان انگشت بزنین که ویدیو لایک شود. درست است دوستان؟ خب این 10 جی بی اینترنت مکود که بر شما میگم، این 10 جی بی بر شما میتا او بم بر یک هفته تنها بر یک وقت، یعنی در یک نمبر، در یک موبایل، یک سیم کارت فقط یک دفعه 10 جی بی فعال میتونی، بس خلاص اورم به یک هفته، بس زیاد وقت نه. 10 جی بی فعال کو کار بگی مفت رایگان، ولو در هر جای باشی، هر کشوری باشی. اما قصد که 3G در موبایل تان باشه، 2G کار نمیته، 3G 4G باشه و موبایل تام سمارت فون باشه. درست است دوستان؟ و کردیت نداشته باشه بهتر است. درست است؟ خب میریم شروع با ویدیو میکنیم. بازم سابسکرایب و لایک یادتان نره دوستان. خب دو دانه کد من بر شما میگم. اولین کد شما میزنین، بعد از اون من طریقش میگم، تشویش نکنین. خب کل طریقه یک کد میزنین، بعد از اون منتظر میشین یک 5 دقیقه، بعد از اون یک نوشته میبرد، یک کد دیگه را میزنین، بعد از اون 10 دقیقه منتظر میشین، با شما یک پیام میاد. پیام نامدم مشکل نیستن، اینترنت تون ببینین کار میتونه. درست است دوستان؟ خب میریم شروع میکنیم که کدا چی است. دوستای عزیز، این کلش دروغ است. این قسمی که ما بر شما حال گفتم، همین قسم دیگه مردم ها بر شما دروغ میگن. من خواهد در حقیقت گفتم بر شما دروغ است. یعنی این قسم هیچ امکان نداره که در کد تو بگیری اینترنت بر خود فعال کنی. این کلش دروغ میگن. اینترنت در کد فعال نمیشه. من خودم در کمپانی کار میکنم، اگر تو میشد من بر شما میگفتم در هیچ کدام کد هیچ نوع اینترنت کار فعال نمیشه. طریقه های دیگه داره، مثلا از طریق VPN شما میتونین کانکت کنین اینترنت خدا، یا بعضی سافتویر هست، بعضی وبسایت هست که بر شما پکیجی قرعه کشی میدن، از اون طریق شما اینترنت هم میتونین به دست بیارین. اونم به حساب قرعه کشی به یگان تا میبره، به یگان تا نه. ولی که این یگان تا میگه که من این تو در روی صفحه موبایل ما که میبینم، من کد میزنم اینترنت ما فعال میشه، کد میزنم اینترنت تا فعال میکنم. این کلش دروغ است. در یوتیوب اکثریت شما میبینین که اینی طریقه میکنین که ما چه اینترنت تان فعال میشه، این طریقه بکنین ما چه اینترنت تان فری فعال میشه. کلش دروغ است. امید از دوستان خفه نشوین، آزار دشنام ندید. خوی ویدیو را به خاطر جور کردیم که شما ناقصر از این چیزا وقت خراب نکنین. اینترنت هیچ وقت در کد فعال نمیشه فری. پکیج تانه بکنین، از امو کار بگیرین. تشکر و السلام.